الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث. حدیثی را که خواندم ابو ذر رضی الله عنه روایت میکنه. ابو ذر اسم کنیهشان است و نامشان جندب ابن جناده و ابو ذر شهرت دارند. یکی از یاران جلیل القدر و صاحب زهد و تقوا و در صحابه کرام شهرت خاصی در مسئله ذخیره مال داشتن که یعنی رأی نداشتن و رأی نبودن که مال ذخیره شود. انسان مال پسنداز کنه، باید میگفت هر چی که داره در راه الله مصرف کند. ابو ذر رضی الله عنه در سال 32 هجری قمری در عهد خلافت عثمان رضی الله عنه از دنیا رحلت نمودند. در منطقه به نام ربذه از مدینه منوره فاصله دورتری داره، در میان مدینه و راه ریاض قرار داره و مدینه نزدیکتر است نسبت به ریاض و قصیم. ابو ذر رضی الله عنه اونجا وفات کردند و در همونجا دفن شدند و مجموعه از صحابه کرام البته به همین راه عبور میکردن، شاگردان ابن مسعود رضی الله عنه. اینها در وقت وفات رسیدن، جنازه‌اش خواندن، همونجا دفنش کردن. میفرماید ابو ذر رضی الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، یک جماعتی از یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند: یا رسول الله، ای رسول خدا، ذهب اهل الدثور بالاجور، مردم سرمایه‌دار و زندگیدار همه اجر به خود بردن. چطور؟ یصلون کما نصلی، نماز میخوانن ماننده که ما نماز میخوانیم، و یصومون کما نصوم، روزه میگیرن ماننده که ما روزه میگیریم، و یتصدقون بفضول اموالهم، و همراهی از این نماز و روزه آنچه که مال و سرمایه دارن از مال و سرمایه خود چیزی که اضافه دارن او را در راه الله مصرف میکنن، انفاق میکنن و این چیز ما نداریم. یعنی از لحاظ صدقه و انفاق در راه الله اجر همه با خود بردن و ما از این اجر محروم مانده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون، آیا برای شما هم الله تعالی چیزهایی را وضع نکرده که شما هم از او طریق به خود صدقه کسب کنید، خیر کسب کنید، به خود نفع برسانید؟ صدقه هم نفع رسانده نمیگه، هم به خود و هم به دیگران. او چی است؟ این بکل تسبیحت صدقه، یقینا به هر تسبیح گفتن برای انسان صدقه نوشته میشه، خیر نوشته میشه، انسان به خود نفع میرسانه. سبحان الله میگه. و کل تکبیرت صدقه، و به هر تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن برای انسان صدقه نوشته میشه، به خود انسان نفع میرساند. و کل تحمیدت صدقه، و به هر الحمدلله گفتن برای انسان صدقه میباشه، صدقه و خیر نوشته میشه و خود نفع میرساند. و کل تهلیلت صدقه، و به هر لا اله الا الله گفتن برای انسان صدقه نوشته میشه. و امر بالمعروف صدقه، و همچنان انسان امر به معروف میکند، به کارهای نیک. معروف هر آن خیری را گفته میشه که شریعت به او امر کرده باشه. پس مردم به کار خیر دعوت میکنه، به این هم برش صدقه نوشته میشه. این خیری است که هم به خود خیرش میرسه و هم نفعش به دیگران هم میرسه. و نهی عن منکر صدقه، و همچنان نهی از منکر، دیگران را از بدی ها منع میکنه. بدی، منکر هر آنچه را که شریعت او را قبیح شمرده باشد، نزد شریعت او زشت معرفی شده باشد، پس به این هم برش صدقه نوشته میشه.
و فی بضع احدکم صدقه، و همچنان یکی از شما فرج خود در راه حلال استفاده میکنه، دی هم برش صدقه نوشته میشه و به خود یک نفع و به خود نفع میرساند. فقالوا یا رسول الله، صحابه کرام دی کلمه اخیر تعجب کردند، گفتن ایأتی احدنا شهوته و یکون له فیها اجر؟ آیا یکی از ما شهوت خود میاره استفاده میکنه و بری از این دی استفاده شهوت اجر میباشه؟ سوال کردن، تعجب کردن به این. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ارأیتم لو وضعها فی حرام، شما خبر بتین اگر این شخص فرج خود در حرام بگذاره، از طریق حرام بیاید زنا بکنه، آیا بالای ازی اکان علیه ویزر گناه نوشته میشه؟ گناه برش نمی باشه این چیز؟ طبیعی است که جواب صحابه کرام هم امی بوده که یعنی حتما گناه برش نوشته میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، همچنان شخص فرج خود در راه حلال که میگذاره، از طریق حلال میآید، بری ازی هم اجر نوشته میشه، اجر نیکو برش نوشته میشه. این حدیث مسلم در صحیح خود روایت کرده. از این حدیث چند چیز دانسته میشه. یکی، راههای خیر در شریعت بسیار زیاد است. اگر انسان از یک راهی محروم شد، راه دیگری را تلاش کند. ایتونه شود که از یک راه اگر محروم شد و برش راه میسر نشد، همه راههای خیر بگذاره. قسمی که صحابه کرام آمدن یک تعدادشان سرمایه و زندگی نداشتند، نمیتونستند در راه الله مصرف کنند، رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری دیگری برشان معرفی کرده. انسان تلاش کنه در راه خیر حریص بوده باشه، سبقت کند با از برادر مسلمانش، اما حسدی نکنه که نعمت از او تمنای زوالش بکنه. یعنی اگر امرای خود سرمایه و زندگی نداشت که در راه الله مصرف کنه، یک برادری مسلمانش میبینه که سرمایه و زندگی داره در راه الله مصرف میکنه، باز این حسد میکنه. چطور حسد میکنه که این نعمت از پیش ازی هم زائل شوه، امی هم مصرف نکنه در راه الله. این نوع حسد مذموم است، این حسدی بد است، به این انسان گناه میگیرد. انسان آرزو کنه که من هم زندگی داشته باشم در راه الله تعالی، مانند از این مصرف کنم، در این صورت انسان اجر میگیره، به همین نیتی که داره، به آرزویی که داره اجر میگیره. از حدیثی را هم دانسته میشه که انسان به آنچه که برش میسر میشه به همون راضی بوده باشه. یعنی اگر از سرمایه و زندگی از این چیزا محروم شد، به خود حقارت فکر نکنه، این تقسیمات الهی است. سرمایه و زندگی گاهی به خیر انسان است که مانند اصحاب کرام که در راه الله مصرف میکردن، و گاهی به ضرر انسان است. سرمایه و زندگی را انسان اگر داشته باشه، او را در راه الله مصرف نکنه، زکاتش بیرون نکنه و همچنان زکات نفلی از او بیرون نکنه، برای فقرا و مساکین سهمی نداشته باشه، دو تو صورت این سرمایه در روز قیامت برش مارهای زهراگین خطرناک میشه که با وسیله از این عذاب داده میشه. الله تعالی از او سرمایه و زندگی همه را نجات بدهد. به تو سرمایه و زندگی را انسان تمنا نکند. از حدیثی را هم دانسته میشه که زن، همسر، ازدواج، اینها راههای حفظ انسان است. نفس انسان از حرام حفاظت میکنه و انسانی که توان ازدواج داره حتمی باید ازدواج کنه و به خصوص میبینه نفس خود که در حرام واقع میشه، برای انسان واجب است که باید ازدواج کنه و از این طریق عفت خود کسب بکند. خب سبب ازدواج هم همیشه که انسان فرج خود حفاظت کنه، نفس خود حفاظت کنه، به حرام واقع نشود. الله تعالی ما را به انجام کارهای خیر توفیق بدهد. بارک الله فیکم.